در دایره سفری کاری به ناحیه نورآباد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خانه‌های نو استقامتی را که برای عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده بنیاد شده بود، مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در محله نوبنیاد از خانه‌های استقامتی دیدن کرده با کارهای انجام داده ساختمانچیان بهای بلند دادند. امروزها در عرفه جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان مردمی از آفت طبیعی ضرر دیده دهات عزت الله حلیموف با دستگیری پیشوای معظم ملت بر 22 عائله ضرر دیده از آفت طبیعی خانه‌های 4 حجرگی تقدیم کرده شد. مردم به نهایت خرسند هستند و به جای نوی زیست تامین گردیدند. مردم شکرگزاری از دوران استقلالیت و پیشوای معظم ملت را میکنند. در 2 ماه گشته 3 ماه به سرپناه همطوری خانه ها را ما را کرد داد پرزیدنت ما. همطوری خانه را ما با یاد نادیدگی نبودیم، بچه بیچاره و پاو نمد بچه شکاف و بوفیت همه چیز ما را تامینات کرد. رحمت و هم پرزیدنت ما. بیناهای نو استقامتی در مدت قریب 2 ماه بنیاد شده با تمام اشیای روزگار پورا تامین می باشند. پیشوای ملت با عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده دهه یخک صحبت صمیمی انجام داده در وضعیت تنتنوی با 22 عائله کلید خانه‌های استقامتی را سپاریدند. امروز شادی و خرسندی تمام ساکنان ناحیه نورآباد حد و کنار ندارد، چونکه ساکنانی که زیر آفت طبیعی مانده بودند و امروز از جانب پیشوای معظم ملت کلید خانه‌ها با آنها تحفه کرده شد و این غمخوری‌هایی که از جانب پیشوای بنیادکار و سازنده، پیشوایی که غمخوار و مددگار مردم هست در همه لحظه‌های زندگی، باری دیگر ساکنانی از آفت طبیعی ضرر دیده جماعت دهاتی به نام عزت الله حلیموف دهه یخک که صاحب خانه گردیدند و این غمخوری‌هایی که امروز از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای عائله‌های نیازمند، یتیمان، معیوبان، بیچارگان و شخصان نیازمند هست، در یگان دور و زمان همین خیلی شرایط امکانیت‌های مساعد مهیا نگردیده بود و امروز تمام خرد و بزرگ ساکنان ناحیه نورآباد با چنین پیشوای غمخوار و محبوب افتخار میکنند. سپاسگزار هستند که چنین پیشوای غمخوار و محبوب دارند و ما مردم ناحیه نورآباد که امروز در دایره سفری کاری پیشوای معظم ملت با شهرک دربند ناحیه نورآباد چقدر پیشروی و سازندگی هایی که از جانب پیشوای معظم ملت مورد استفاده بری قرار گرفت، از جمله 22 خانه نوبنیاد که در مهلت های بسیار کوتاه‌ترین واقعا هم این هم یک قهرمانی و قهرمان آفری پیشوای معظم ملت برای انمی 22 عائله که از آفت طبیعی ضرر دیده می باشد. مردم با محبت و عرض احترام به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری بیان کردند، زیرا آنها در یک مدت کوتاه صاحب منزل‌های نوی با تمام شرایط‌های ضروری تامین شدند. ما امروز خوشبختانه از دست پیشوای معظم ملت کلید خانه‌ها را گرفتیم. بسیار ما از این شاد هستیم و در روزهای سختی که ما مسافر جهان می‌ماییم با ما طبیعی و کرد، بسیار از جانب پیشوای معظم ملت دولت کمک‌های باشندوستانه به ما آمده است و ما اکنون از این جانب و از زندگی آسایشته سر میکنیم و هزاران تشکر و رحمت به پیشوای معظم ملت. من شخصا از نام خودم و از نام همه مردم زیان دیده دهه یخک ناحیه نورآباد منتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که در همین روزهای سختی دست ما را گرفت و ما را صاحب منزل و خانه و تمام اشیاهای روزگار را به ما آورده رساند. یادآور می‌شویم که
با مقصد بنیاد 22 خانه استقامتی برای اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده دهه یخک دهات به نام عزت الله حلیموف با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شفت شاهراه اتومبیلگرد بین المللی نورآباد رشت 2 گکتار قطعه زمین جدا گردیده بود تا در این محله منزل‌های استقامتی و دیگر انفراساختار ضروری بنیاد کرده شود. از روزهای اولی که همین آفت طبیعی با ساکنان دهه یخی جماعت عزت الله حلیم خانه‌هایشان را ویران کرده بود، مردم را با